دوستان عزیز سلام، امیدوارم حالتان خوب باشه و دنیا به کامتان باشه. امروز یکی از دوستا را در عمان پیدا کردیم که 1 سال میشه در عمان زندگی میکنه و کار و بار میکنه. میخوایم در مورد هزینه‌های زندگی و کاروبار در عمان از ایشون سوال بکنم. استاد سلام علیکم، حالتان خوب است؟ و علیکم السلام بیادر محترم. میشه خودتون معرفی بکنید؟ بله بیادر، اسم ما حاجی خدای قل است، یک تن از باشندگان ولسوالی آقچه ولایت جوزجان قریه بیشرق. استاد چند وقت میشه در عمان آمدین و زندگی میکنین؟ 13 ماه میشه. 13 ماه میشه. بله. به نظرتون هزینه زندگی در عمان چقدر است؟ هزینه زندگی بیادر 60 ریال یا نرمالش است. نرمالش. بله. یعنی هزینه عادی هم قدر است. عادی است. بله. اگر یک کمی مثلا بخوایم به خورد و خوراک خود برسیم و زیادتر مصرف کنیم چقدر مصرف میشه؟ و با تعلق به انسان خودش داره. کسانی که از کت 45 و 50 هم گذران خود کده میتونه. کسانی که 100 یک نیم 100 200 هم مصرف کده میتونه. یعنی نرمالش این است که هم 60 ریال است. درست است. شما اینجا مصروف چه کاروبار هستین؟ آیا از کاروبار راضی هستین یا نیستین؟ چه رقم است؟ بله ما مصروف کارهای ساختمانی هستیم. معاش چقدر است؟ یعنی روزمزد یا ماهانه چقدر میفته؟ روزمزد روزانه اگر کار کنه یک استا باشه 10 الی 12 ریال است. اگر کارگری که باشه از 5 ریال تا 7 ریال 8 ریال کارگر داره. درست است. کسایی که میخواید در عمان بیایه برای اونا چی گفتنی دارن؟ برای کار یا برای تجارت؟ تجارت خب بیادر ما قدر نمیفهمیم. از لحاظ کار کسانی که یک کاری که یاد داشته باشه بسیار نرمال است. نرمال است. بله. اگر هیچ کاری که یاد نداشته باشه کارگر باشه او را هیچ چیزی گفته نمیتونیم که کامیابیش بسیار کم است. درست است. باید اینجا وقتی میایه هر کسی که میایه از افغانستان یا از هر جای دیگه باید کدام زبانا را یاد بگیره و بیایه که به دردش بخوره؟ کدام زبانا رو باید یاد بگیره، یاد داشته باشه؟ اینجا بیادر زبان این مردم عرب است. عربی را یاد داشته باشه، انگلیسی را یاد داشته باشه، اردو را یاد داشته باشه. یه هر زبان هر کدامش که یاد داشته باشه آنقدر مشکل نمی باشه. اگر هر سیش که یاد داره یعنی پرفکت است. درست است. کسایی که از من سوال کرده بودن که در رستوران یا در هتل یا در چایخانه کار بکنیم ماهانه از دستمزد یا حقوق از اینا خبر دارین که چقدر است؟ اونا بیادر از 110 ریال تا 150 160 ریال راحت کار کرده میتونه. خرج خوراکش پای کیس یا جای بوده باش سر کیس؟ عمو مردم است باقی کار داده. کسی که کار داده جای بوده باش و خرج خوراکش هم در پای از اوناست. درست است؟ بله. خیلی تشکر استاد، زنده باشی، خوشحال شدیم. همچنان